امام یکی از مسجدهای شهری شمالی سلیمانیه عراق که همزمان مربی یک حربه جنگی کونگ فو می باشد میگوید که دین و ورزش دو جزء جداناپذیر حیات سالم می باشند. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. حالا محمد رشید 39 ساله از سال 2000 تا امروز امامت در مسجد محلی را به عهده دارد. بعد از نماز او به تالار تمرین یک حربه جنگی کونگ فو می‌شتابد تا به تعلیم شاگردانش دیر نکند. او تاکید میکند که طاعت و عبادت و ورزش از مشغولیت‌های مهمترین به خاطر حفظ سلامتی جسمانی و ذهنی انسان میباشند. دین با یگان نوع ورزش مخالفت ندارد. این مسئله در قرآن کریم نیز یادرس شده است و پیغمبر اسلام هم گفته است که خدای تعالی مسلمان نیرومند را از مسلمان ضعیف بیشتر دوست دارد. امام حالا در سال 2006 مرکز تمرین یک حربه جنگی کونگ فو را افتتاح نموده جوانان خواهشمند ورزش را به آن دعوت کرد. فعلا نزدیک 100 شاگرد در این مرکز تعلیم می‌گیرند. ورزش به انتظام و اجرای سری وقتی مشق احتیاج دارد. دین هم به انتظام احترام قائل است. یکی از شاگردان امام حالو دلشاد کمال 32 ساله است که در چندین مسابقه پیروز شده است. من زیر رهبری شیخ حالو محمد رشید از سال 2000 کونگ فو تمرین می کنم. در این مدت علم کونگ فو را از خود کرده سر از سال 2006 در چندین مسابقه اشتراک کردم و پیروز شدم. حیات گوناگون رنگ است. ببینید که مربی ما امام مسجد است و تمرین ورزش را بر پایه دستورهای پیغمبر اسلام تعلیم می دهد. تمرین در تالار امام حالو محمد رشید مجانی نیست. هر شاگرد ماهانه 10,000 دینار عراقی پرداخت می کند که معادل $8 آمریکایی است. به قول استاد این مبلغ برای اجاره بنا خرج می شود.